آن چیزی که به شما عطا شده متاع اندک زندگی دنیاست، اما آنچه نزد خداوند است برای اهل ایمانی که بر پروردگارشان توکل می‌کنند بهتر و پایدارتر است. همان کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها اجتناب می‌کنند و هنگامی که خشمگین می‌شوند عفو می‌کنند. همانانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز به پا می‌دارند و کارهایشان با مشورت یکدیگر حل و فصل می‌شود. از آنچه روزیشان کرده ایم دیگران را بهره‌مند می‌سازند. همان کسانی که وقتی ستمی بر آنها رود بیشک غلبه می‌یابند. بدانید که جزای بدی همانند آن بدی است، اما اگر کسی عفو کند و اقدام به اصلاح نماید پاداشش بر عهده خداوند است. بدانید خداوند ظالمان را دوست ندارد.